درود به شما رفقای گل و مخاطبین عزیز کانال پوریاوس. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز یکی از پردرخواست‌ترین ویدیوهای چند وقت اخیر رو داریم، یعنی چالش 7 روز زنده به گوری مستر بیست. این ویدیو هم خنده‌داره هم احساسیه و با یه دوبله جذاب خیلی خفن‌تر شده. بریم با هم این ویدیو خفن رو با دوبله حرفه‌ای فارسی ببینیم. من قراره 7 روز آینده رو زیر 10,000 کیلو خاک زنده به گور باشم. این ترسناکترین کاریه که تو عمرم کردم. خب انگار وقتش رسیده. زنده به گورم کنید. ای وای، آدم پراش میریزه. ولی خدای ترسناکه. آره تقریبا بدترین ترس بیشتر آدم هست. ای وای، دارن رسما منو به خاک میدن. به خاک رفتید. خاک بر سرش کنید. یا خدا بذار سقفو بگیرم یا نریزه رو. ای وای، سقف داره میلرزه. شاید یه هفته جون منه و جون این تابوت. امیدوارم که یه وسط کار تصمیم نگیره بشکنه و منم بیافتم بمیرم. شاید باور نکردنی باشه ولی این چالش 100% واقعیه و راستشو بخواید حتی فکرشم نمیکردم چقدر میتونه سخت باشه. خب چالش رسما شروع شد و من قراره 7 روز آینده رو اینجا زنده به گور باشم. بچه‌ها اینقدر به خاک دادن منو طولش دادن که هنوز هیچی نشده و برم دستشویی جیش دارم. اگه براتون سواله که من چجوری دستشویی میکنم، خب اینجوری. خدا رسی به گوری بیابون نکن. تنها امکاناتی که تو این 7 روز دارم، کمرم، غذاهایی توی این کیفه، یعنی چند تا غذای کنسروی و یکم تنقلات. پام بیس شده. یه 20 لیتری آبم که اونجاست و یه جعبه که توش یه سری اقلام ضروریه. یه حسی به میگه خوراکیام قراره خیلی زودتر از 7 روز تمام بشه. بچه‌ها این چالش به طور جد کار خطرناکیه. واسه اینکه یه وقت خفه نشم رفقام 24 حواسشون بهم هست. جیمی اینو میشنوی؟ آره صداش یه جوری انگار مامان نولان اومده سر خاک فاتحه بفرسته. نه واسه شبیه سازی اون باید 10 نفر باشی. خب ساعت 1 شبه و یه حسی بهم میگه شما میخواید برید بخوابید، ولی لطفاً یه نفر پای بیسیم بمونه که اگه چیزی لازم داشتم بتونم بهش بگم. خب از اونجایی که کار بهتری واسه انجام دادن ندارم فکر کنم بهتره برم بخوابم. فردا صبح یا سر حال از خواب بیدار میشم یا میبینم زیر 10,000 کیلو خاک مردم. ایشالله که سر حال بیدار میشه. خوابیدن کلید اصلیه به پایان رسوندن این چالشه، چون وقتی خوابم دیگه برام فرقی نداره که تو این تابوت گیر افتادم یا نه. ولی خب همیشه که نمیشه خوابید. پشه تو تابوته؟ اگه بخوام سلامت روانم رو حفظ کنم باید تا جایی که میتونم تو این چالش بخوابم. اولا که کلا مگه آدم چقدر میتونه بخوابه؟ تو نصف چالش هم بخوابی باید 3-4 روزش رو حداقل بیدار باشی. تازه همینم اگه بتونی بخوابی، رفقات مثل همیشه انگولکت نکنن. ایوا نگاش کن چه ناز خوابیده. جیمی پاشا. نومو خواب. نولان تر زده به عکست. میگم نولان گفتی مامانه چقدر دیگه میرسه؟ جوابتو نمیدم چون میخوای چرت و پرت انشالله بگی. وقتی اومد تابوت رو سرمون خراب نشه. چرا آخه؟ استراتژیم این بود که تو تمام مدت این ویدیو بخوابم، ولی خب یادم نبود که رفقام اینجا رو قراره انگولکم کنن. ای سگ تو این زندگی. خب میخوام روزمو با تبدیل این شلوار به شلوارک شروع کنم. آی مشتم خورد تو جبه. مأموریت موفقیت آمیز بود. داشتون الان شورتک داره. خب ببینیم غذا مزه چی داریم. میخوام یکم از این قاخا بخورم. قاخ مخفف غذای آماده خوردنه. یکم آب جوش اضافه کنی غذا آماده است. بعد رفقای نامردم بالا سرم دارن استیک میزنن، علنا دارن رو قبرم اشغال میکنن. جیمی جان ما هم اینجا مثل تو فقط قاخ داریم که بخوریم. واقعا؟ جون تو. نه. صدای طارقو شنیدم که گفت نه. پاستای آماده بزن جیگرت حال بیاد. ما که دستمون از استیک کوتاه همین پاستا رو میخوریم. پاستاش خرش خرش میکنه. اصلا آخرت عشق و حال. انقدر حوصله‌ام سر رفت که شروع کردم با مشت به دیوار تابوت کوبیدن. بعدش دستم درد گرفت، یه جوراب کردم دستم و دوباره با مشت به دیوار تابوت کوبیدم. اصلا حالم خرابه، حوصله‌ام سر رفته. سلام جیمی. خدا خیرت بده، حوصله‌ام سر رفته بود. دیگه که اومد. میشه بگی داری چی کار میکنی؟ یه لحظه واقعا پرام ریخت. میشه لااقل بگی داری چی کار میکنی که من نترسم یه وقت بلای سرم نیاد؟ الان میگم. متاسفانه رفقام سمتر از اونی بودن که یه جواب درست بهم بدن. اما کاری که کردن این بود که یه لوله رسوندن به قبرم، تمام خاک توشو جارو برمی کشیدن و یه دوربین جراحی رو فرستادن داخل تا عذاب کشیدن منو از نزدیک ببینن. این چرا؟ درسته همینجوری. دیگه وقت دخوله. شبیه جراحیه. این چه سمیه دیگه. پشه بیناموسه. برو گم شو کسافت.
با همه آروم برو پایین ثابت نگهش دار. دیدیمش. سلام جیمی. خوش میگذره؟ به ما که خیلی. وقتی به پایان روز دوم نزدیک شدیم رفقا منو ول کردن و رفتن عشق و حال. منم با خودم گفتم که خب بهترین فرصته که یه سر برم سراغ جعبه ضروریاتی که بهم دادن تا ببینم چی توشه. داره پاکت رو باز میکنه. این عکس مامان نولانه. نولان من یه عکس از مامانت دارم. وای. خودتو بهش دادی؟ نه من دست کار کی نبودم. بوده؟ واقعا مادر خوبی داری. خدای من باهاش خوابیده. به جز گم کردن این عکس تنها چیزی که باعث میشه بخوام این چالش رو نصفه ول کنم عدم علاقه به پیپی کردن زیر زمین، کمردرد و یه عالمه کمردرد. همونطور که میبینید این چالش همین جوریشم واسم سخته و متاسفانه قراره یه عالمه سخت تر بشه. مثل شی داره بارون میاد. از صدای رد و برق بیدار شدم. نولان بیدار شو. باید یه سری به جیمی بزنیم یه وقت چیزیش نشده باشه. یکم نگرانم. پسر چه فاز تشییع جنازه‌ای میده؟ یعنی خاک سنگین‌تر شده؟ بارون خاکو سنگین‌تر میکنه. جیمی! فکر کنم بدونم چجوری بیدارش کنیم. چه مرگتونه؟ خدا شفا بده. هنوز شلوارم هم نپوشیدم بعد اینا شروع کردن دیوونه بازی در بردن. جیمی صدای حمله آدم فضایی ها میدن. من میدونستم نمیذارن این بدبخت راحت بخوابه. اصلا قانونش همینه. جیمی صدامو داری؟ اون بالا دارید چه غلطی میکنی؟ در حال حاضر 15 تا اسپیکر بالا سر قبرته. پس قراره کریس یا آهنگ مسخره بذاره. اون تو قبری ها حال میکنن. ای وای بچه ها تابوتم داره رسما میلرزه. وایسا ببینم. انگار یکی از پیشهای تابوتم شل شده. پیشای تابوت دارن باز میشه. خاطر بیس برگام. دقیقاً از پایه. الان باید نگران باشم که این پیچه در اومده. بلوم بده. میشه بگید دارید چه غلطی میکنید؟ داری میلرزونی. آخ این همه لرزش باعث میشه سر درد بگیرم. چرا گل رفته تو بوام؟ خدای بسته دیگه. میگم نظرتون چیه یه تونل ما بکنیم؟ تونل از اینجا شروع میکنیم و میکنیم تا برسیم به تابوت جیمی. با اون اسپیکر هم شلوغش میکنیم تا صدای حفاری رو نشنوه. من یه فکری دارم. به نظرم از اسپیکرها صدای ساخت و ساز پخش کنیم. اینجوری صدای حفاری اصلی رو داره یه نمیشنوه. صداهایی میاد و نولانم جواب بیسیمو نمیده. پس یا قراره بمیرم بهش نمیخوره سخت باشه. یا قراره یه کار احمقانه کنم. البته اگه اتفاقی کسی رو نکشی. من الان بیشتر از 50 ساعته که اینجا دفن شدم. یعنی از رکورد ویدیوی قبلی که 50 ساعتی بود گذشتیم. من به دکترم قول دادم بچا مستر بیست بار دومی که داره این چالش تو قبر بودن و میره. بار اول 50 ساعت بود و این بار 7 روز میخواد بمونه. اون ویدیوی 50 ساعتی هم ما دوبله کردیم که لینکشو میذارم اینجا. اگه ندیدید میتونید برید اونو هم بعد از این ویدیو ببینید. به دکترم قول دادم که هر روز تکون بخورم تا یه وقت خونم لخته نشه. چون ظاهرا ممکنه بعد از 7 روز دراز کشیدن یهو بمیرید. عجب سولاخیه. داریم خاکا برای کلیس شل میکنیم. من به بچه‌ها گفتم برام دمبل بذارم. بعد دمبل نیم کیلویی گذاشتن. آی 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 اینجا بو سگ میده. ای خدا. دارم سعی میکنم به این فکر نکنم که بعد از 7 روز اگه یهو بلند شم ممکنه بمیرم. کریس بکن که خوب میکنی. رو چه حساب گفتین من بشینم پشت فرمونه این؟ خاطرات شمال محال یادم بره. روز 4. خب ما کل شب بیدار موندیم و این تونل رو کندیم. اصلا هم به این عمو سیبیلو پول ندادیم که برامون بکنه. حالا این امنه؟ من میرم ببینم. این چیه؟ تو پشت سرم بیا تاره. عتیقه یافتم. پشت سرم بیا این داخل. یکی از بخشای عجیب این چالش اینه که یه عالمه دوربین این ور اون ورن که 24 دارن از من فیلم یه خوردی میگیرن. دیگه بری میرسیم به تابوت. اولش خیلی برام مهم نبود ولی بعد از چند روز الان یه حسی دارم که انگار یه نفر دائم بهم زل زده و خیلی رو مخ. واقعا حس بدیه که این شخصی نداشته باشی. تازه جیمی کسیه که با این قضیه راحته. نصف عمرش رو جلوی دوربین بوده. واسه یه آدم عادی این قضیه قشنگ میتونه جنگ روانی باشه. اولش خیلی برام مهم نبود ولی بعد از چند روز الان یه حسی دارم که انگار یه نفر دائم بهم زل زده و خیلی رو مخمه. ایناش دیدمش دارم میبینمش. بچه این چه صدایی میاد؟
سلام جیمی. یعنی چی آخه؟ سلام. جیمی ای جیمی ما رو میبینی؟ آره کله نولانو میبینم. آره تو آفسایده. چقدر وقت گذاشتین این تونلو کندی؟ راستش تمام شب جیمی. امروز انتظار هر چیزی رو داشتم به غیر از این. نولان یه لحظه وایسا، نظرت راجع به این عکس چیه؟ چقدر بدم بی خیال عکس ننه ما میشی. داداش بدون مامانت اصلا نمیتونم. بابا پسش بده. متاسفانه یادگاریه، تا ابد نگرش میدارم. خیلی وقت تو این تابوت موندی. یادت رفته کانالت داره چی میشه؟ آره راست میگه. وای داریم 200 میلیونی میشیم. قرار 200 میلیون عضو تو این تابوت رد کنی. کاش میشد خودم هم باشم. آره واقعا. راستی نولان هم یه سورپرایز واسه داره. میخوام این شکلاتو بچسبونم به تابوت جیمی. وای چقدر گرمه. این شکلات جدیدامونه. دمتون گرم، اتفاقا واسه تبلیغ خوب هستیم. به بعد هر وقت که منو میبینید این شکلم اینجا میبینید. امیدوارم فردا آسون تر باشه. حس خیلی عجیبی دارم با اینکه خیلی خستمه، ولی خب نمیدونم چرا نمیتونم بخوابم. تا حالا اینجوری نشده بودم. نمیدونم چرا دارم گریه میکنم. خب رسما رفتیم تو روز 5. فقط 2 روز دیگه مونده تا این کابوس تموم بشه. بدنم درد میکنه. 5 روزه که دراز کشیدم. الکی مثلا حالم خوبه، چیزی نمونده. جیمی تفنگ پینتبال آوردیم تا قبر تو تیربارون کنیم. چه باحال، منم بازی. والا نمیدونم چی بگم. جیمی واسه تفریح چی کار میکنی؟ هیچی، روانم نموده شده. امروز پیپی نکردی؟ واقعیتش خیلی هم پیپی دارم، ولی میخوام ببینم میتونم 2 روز دیگه نگرش دارم. نمیدونم چرا ولی انگار اصلا حس هیچ کاری ندارم. من 5 روز اینجا افتادم و حتی دیگه حوصله‌ام نمیشه غذا آماده کنم، چون دستشویی کردن این پایین خیلی سخته. حالا شما بروم نیارید ولی یه خورده جیش ریخ رو شلوارکم. دارم اون تیکه از شلوارکو که دچار بحران شده رو میبرم. شلوارک رسما شد شورت. حالم به هم خورد. جیمی وقت جشن گرفتنه. تقریبا 200 میلیونی شدی. خب به نظرت چقدر دیگه 200 میلیونی میشیم؟ مگه من کارمند ناسا؟ آره ما از کجا بدونیم؟ راستشو بخواین تمام روز حالم بد بود، ولی این واقعیت که داریم 200 میلیونی میشیم یه خورده حالم آورد سر جاش. خب از اونجایی که قراره 200 میلیونی بشیم، به نظرم الان بهترین موقعیته که بریم سراغ اسپانسر. اسپانسر امروزمون شرکت ورایزنه که بهتون اینترنت‌های خونگی پرسرعت ارائه میده. به شدت ارزون، به شدت پرسرعت و به شدت خفن. الانم برای بچه میخوان امتحان کنن ببینن که این اینترنت تو قبرم کار میکنه یا نه. ایول. خب انگار وصل شدم. وقت روشن کردنه. زورچ جان. حالا تو هم 200 میلیونی شدن اونو میبینی؟ جواب داد، با اینکه من 3 متر زیر زمینم میتونم تعداد سابسکرایبرامو به صورت لایو ببینم. خب بچه‌ها بریم سراغ 200 میلیونی شدنمون. چیزی نمونده بشه. من قبلا یه آدم معمولی اهل نبراسکا بودم، ولی الان یه آدم معمولی تو کارولینای شمالیه. منم فقط چیز بودم، اهل نبراسکا. کار این لحظه مهمی از نولان کپی نکن. عجیبه، این قبلا یه رویا بود که موقع ناهار ازش حرف میزدیم، ولی الان 200 میلیون سابسکرایبر داریم و این واقعا باور نکردنیه. فقط میخواستم بگم کار کردن با همتون باعث افتخاره و هنوز کلی راه داره. خب چندلر نطق نهایی وقتی با شروع تو. کردیم فقط 7 نفر بودیم. منم سرایدار بودم ولی الان 200 میلیون نفریم. بابتش واقعا من وقتی ممنونم. 11 سالم بود ویدیو ساختن رو شروع کردم. الان 25 سالمه و تو خوابم نمیدیدم چنلم اینقدر گنده بشه. حالا که داریم 200 میلیونی میشیم، خواستم بدونید که من دسته تک تکتون رو میبوسم که ویدیوها رو دیدید. من هنوز روزایی رو یادم این که ویدیو میساختم و حتی یه بازدیدم نمیگرفت. دمتون گرم. الان همه این رقم‌ها تکون میخورن. واقعا رسیدن به چیزی که سالها براش تلاش کردی بهترین حس دنیاست. من خودم وقتی بعد از سالها ویدیو ساختن کم کم هنرم و ویدیوم شروع کرد به بازدید گرفتن، واقعا حس خوبی داشتم و از همینجا آرزو میکنم برای هر کسی که داره تو این مسیر تلاش میکنه. ویدیو میساختم و حتی یه بازدیدم نمیگرفت. دمتون گرم. الان همه این رقم‌ها تکون میخورن. موفق شدیم. متاسفانه دیگه باید اتصالتو قطع بکنیم جیمی. وایسا هنوز به دوست دخترم زنگ نزدم. آها الان اوکیش میکنم. قطعش کن. حل داداش، الان راحت میتونی زنگ بزنی. بابا اذیت نکن دیگه. میخوام یه زنگ کوچیک بزنم، فقط 2 دقیقه. به خدا با هم کات میکنه. بدرود. وقت غذاست. بریم. الان بی اختیار دارم گریه میکنم و نمیتونم چرا اینجوری شدم. 200 میلیونی شدنمون اتفاق باحالی بود، ولی الان دوباره من اینجا تنها ما گیر افتادم. الان 5 روزه که من تو این تابوت تنهام.
همین الانشم از لحاظ روانی شکستم. خدا میدونه چجوری باید 2 روز دیگر رو هم تحمل کنم. طاقتم داره تمام میشه. ای جیمی حالت خوبه؟ جواب نمیده، نکنه مرده. نولان ممنون که داری چک میکنی ببینی حالم خوبه یا نه. میدونم روبرا نیستی اگه میخوای. جیمی اولش ترسیده بود، بعد شروع کرد به غر زدن و الانم یه غمگین پسره. میخوام سعی کنم ویدیو بگیرم با شما صحبت کنم، ولی راستشو بخواین اصلا دلم نمیخواد حرف بزنم. فقط میخوام زودتر تموم بشه. داره دیوونه میشه. باید یه جوری سرحالش کنیم. بریم یه زنگ بزنیم. نمیدونم بهتون گفتم یا نه، ولی بطریای جیشم تموم شده. در واقع از این به بعد اگه بخوام دستشویی کنم باید یه دونه از اینا رو بخورم و توی پاکتش دستشویی کنم. میدونم دارم اطلاعات کثیفی بهتون میدم، ولی خب این چالش کثیفیه. من انقدر حالم بد بود که فقط یه چیز تو دنیا بود که میتونست حالمو خوب کنه. جیمی مهمون داری؟ کی آوردی؟ مامان بابام. او ای وای. سلام، حالتون چطوره؟ خب یه چیزایی شنیدم. تو از وقتی رفتی اون پایین راجع به زن من که صحبت نکردی نه؟ نه به خدا من اصلا هیچی نگفتم. راجب اون عکس چی؟ منظورتون کدوم عکسه؟ میشه لطفاً یه خاطره از بچگی نولان بگید که یکم خجالت بکشه؟ خیلی خب دیگه بس. جیمی تا دلت. اصلا همین الان حالم بهتر شد. اون بهمون گفته بود میخواد بره مهمونی، ولی در واقع یه توکه پا رفته بود خونه همسایه بغل. ای وای. دلمون میخواست کریسمس با یه دختر بیاد خونه. با همین یه جمله روزمو ساختین. بچه‌ها تو کامنت از خجالتش در میاد. جیمی خیلی آشغاله. مامانم یه سوال دیگه هم داره. فرمایید. بعدش باید ول کنیم بریم. خداحافظ جیمی. مامانش هم مثل خودش. ببین میدونم الان نصف شبه و شما خسته اید و میخواید برید بخوابید، ولی خب به یه ورم هم نیست. دقیقاً 12 ساعت دیگه باید منو از اینجا در بیارید باشه؟ چی میگه؟ چقدر خب خوابم. میدونی من حتی با آلارمم بیدار نمیشم. اگه بعد بلند شدن خونم لخته شده باشه و یا سکته قلبی کنم بمیرم چیکار میکنی؟ همینجا چالت میکنیم. 12 ساعت دیگه میبینمتون. حل چشاته. خب دارم میرم بخوابم و امیدوارم وقتی صبح چشامو باز میکنم ببینم یه نفر داره منو از این قبر میاره بیرون. ای بابا منم که همش اشکم دم مشکمه. به خدا تا تو عمرم انقدر منتظر یه اتفاق نبودم. اصلا دلم لک زده واسه نور خورشید فردا صبح میبینمتون. باورم نمیشه. تو شب آخر فقط به این فکر میکردم که بعد از بیرون اومدن میتونم رو پام وایسم یا نه. اصلا عادی نیست آدم این همه مدت بخوابه و تکون نخوره. بچه واقعا این یه هفته تکون نخوردنه یه جورایی به بدن آسیب میزنه ها. هم عضلاتتو ضعیف میکنه، هم واقعا اگه اصلا تکون نخوری امکان لخته شدن خون و این داستانا هم وجود داره. هرچند شک دارم واسه یه جوون مثل جیمی باعث مرگی بشه، ولی خب به هر حال آسیب زاست. خب ما رسما وارد روز 7 شدیم. بچه ها میدونم از حمالی خوشتون نمیاد، ولی لطفاً بکشید به هم بیاریدم بیرون جیمی. به خدا این بدترین بخش چالشه. من باید همینجا بمونم تا این اسکولا منو بیارم بیرون. تازه این قضیه هم هست که بعد از سر پا ایستادن امکان داره بمیرم. آره دیگه خدا رحم. فیلم مکانیکیو به بیار. خدا اولین چیزی که بهم میگن اینه که بوس سگ میدم. جیمی یه یارو که شبیه بابا نوئل میخواد بیارتت بیرون. کارل به یه ورم نیست یارو، چه شکلیه؟ بیاریدم بیرون. بکن تا چند ثانیه دیگه از لای این خاکایی که اینجاست نور وارد میشه. بیش بعد دارم بلدوزر رو میبینم. وای ترسناکه. خورشید رو دیدم. جیمی هی سلام بچه. جیمی اوضاع احوال. نمیتونم بهتون بگم دیدن خورشید بعد از 7 روز چه حالی داشت. ای وای من دوباره اشکام سرازیر شد. نمیدونم چرا، اصلا دست خودم نبود. موفق شدیم. حالا تنها نکته‌ای که میمونه اینه که وقتی بلند شم آیا به علت لختگی خون خواهم مرد؟ به زودی خواهیم فهمید. جیمی آماده ای؟ داداش نندازیش رو. داداش بو سگ مرده میدی. به خدا میدونستم اولین چیزی که قراره بگید اینه. بچه‌ها فعلا خوشحال نشید، بذارید وایسم ببینم اول میمیرم یا نه. امتحانی بلند شید. نه وایسا بگین دکتر بیاد پایین لطفا. حالت تهوع نداری؟
سرگیجه؟ نمیدونم والا. حالت خوبه جیمی پاشو. بعد از یه هفته وایسادن وای پام درد میکنه. مثل که نمردم. آره موفق شدی. ایوه ولی یهو سرم گیج رفت جدی. باورتون نمیشه من الان چه حسی دارم. اما سورپرایز واقعی بیرون قبر منتظرم بود. وای چقدر آدم اینجاست. بالاخره بعد از 7 روز تونستم 200 میلیونی شدنمونه اونجوری که باید جشن بگیرم. لیاقت بیشتر از ایناشو داری جیمی. دیگه شرمنده تا شورت هم دیدید دیگه. بریم ویدیو رو تموم کنیم. مثل همیشه ویدیو رو با یه انفجار تموم میکنیم. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. منم جا داره از همین تریبون از شما تشکر کنم. مرسی که ویدیو رو میبینید. مرسی که همیشه به من لطف داشتید. یه تشکر ویژه‌ام از خود مستر بیست که علاوه بر سرگرمی باعث تغییر و بهبود زندگی خیلی‌ها از جمله خود من شد. ان شاءالله پاینده باشید داداش. تا ابد ویدیو بسازید. تا روزی هم که جیمی ویدیو میسازه من اصلا براتون دوبلش میکنم و خلاصه دور هم عشق و حال صفا سیتی. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.